سلام و عرض ادب خدمت هنرآموزای عزیز. عزتی هستم با آموزش حوله تن‌پوش. شما میتونید این الگو رو مستقیم روی پارچه ارائه بدید یا اینکه اگر مبتدی هستید ابتدا روی کاغذ و سپس روی پارچه منتقل کنید. برای این کار پارچه رو تا کنید. این قسمت دولای بسته پارچه میشه و این قسمت دولای باز پارچه که رو ترکی قرار میگیره. قسمت رو به 2 نیم تقسیم کنید، علامت بزنید و یک خط عمود کنید. برای قسمت یقه حوله 8 سانتی متر داخل بشید و 10 سانتی متر به سمت پایین بیایید و به این صورت یقه حوله تن‌پوش رو برای قسمت جلو رسم کنید. برای قسمت پشت 8 سانتی متر برید داخل، 2 سانتی متر بیاید به سمت پایین و این قسمت حتما به صورت گونیایی باشه. حدود 2 سانتی متر برید جلو و بعد این رو به این قسمت وصل کنید. این میشه یقه پشته. برای سرشانه، چون سرشانه افتاده هستش توی حوله های تن‌پوش، اندازه سرشانه رو به دست بیارید. هر عددی که بود به اضافه 3 سانتی متر کنید و روی این خط علامت بزنید. 3 الی 4 سانتی متر به عنوان شیب سرشانه به سمت پایین بیاید و به گوشه گردن وصل کنید و اون اندازه‌ای که برای سرشانه به دست آورده بودید رو روی این خط مجددا علامت بذارید. با قسمت بالایی حدود 3 الی 4 میل اختلاف پیدا میکنه که این قسمت جبران کنید. برای قسمت پشت هم به همین صورت عمل کنید. به اندازه سرشانه به اضافه 3 سانتی متر جلو برید. شیب سرشانه 3 الی 4 سانتی متر به سمت پایین حرکت کنید و این دو نقطه رو به هم وصل کنید. برای به دست آوردن کف حلقه به اندازه 25 الی 30 سانتی متر از گوشه گردن به سمت پایین بیاید و تا پشت اینو امتدادش بدید. از گوشه سرشانه، از انتهای سرشانه تا خط سینه رو اندازه بزنید. هر مقداری که بود 1/2 رو به دست بیارید و از 1/2 رو به دست بیارید و از انتهای سرشانه تا اون قسمت صاف بیاید. از قسمت پهلوی لباس که بدون درز هستش 2 سانتی متر داخل بشید و این رو به صورت هلال به 1/2 وصل کنید. 2 سانتی متر هم به این سمت میایم. به خاطر اینکه پهلوی لباس ما درز نداره و میخوایم آستین رو راحت به تنه وصل کنیم، این 2 سانتی متر رو داخل میشیم. از انتهای سرشانه تا سینه رو مجددا نصفش رو به دست میاریم، 1/2 رو صاف میایم تا پایین و به این حالت به این قسمت وصل. برای قد لباس هم از گوشه گردن به اندازه 120 سانتی متر یا هر قد دلخواهی که مد نظر شما هست پایین اومده علامت میزنیم و تا انتها وصل میکنیم. برای افرادی که شکم دارن و میخوایم که حوله به سمت بالا نپره 3 سانتی متر پایین میایم و به وسط پشت طراحی میکنیم. قسمت جلوی حوله تن‌پوش و این قسمت پشت تن‌پوش هستش. از قسمت سینه 3 سانتی متر بالا رفته، 3 الی 5 سانتی متر بالا میریم. یقه هفتی طراحی میکنیم. اینو به صورت یکم ملایم اینو طراحی میکنیم. این میشه الگوی تن‌پوش. الان برای الگوی تن‌پوش شما احتیاج به یک کمربند دارید. برای کمربند یک نواری رو در عرض 10 سانتی متر و به طول 150 سانتی متر روی پارچه برش میزنید. از این قسمت با متر اندازه میگیرید جلوی لباس و یقه لباس جلو و یقه پشت رو اندازه میگیرید.
هر مقداری که بود یک مستطیلی رسم میکنید در عرض 15 الی 18 سانتی متر و در طول همون مقداری که بهتون گفتم. دور تا دور یقه پشت، جلو و جلوی لباس. برای کلاه حوله تنپوشمون یک کادری رو تشکیل میدیم در عرض 30 سانتی متر و در طول 40 سانتی متر. یک دوم عرض رو پیدا میکنیم، یک دوم طول رو هم پیدا میکنیم و این رو به صورت یک هلال وصل میکنیم. این میشه کلاه حوله تنپوش که این قسمت رو میتونیم روی دولای بسته هم برش بزنیم. برای قسمت آستین کاری که میکنیم با متر ایستاده از این قسمت که نشونتون میدم اندازه میگیریم، اندازش رو یادداشت میکنیم. به طور مثال 60 سانتی متر یک خطی رو عمود میکنیم و از اینجا میشه تاج آستین و از این قسمت به اندازه 15 سانتی متر پایین میایم و خطی رو میکشیم. 1 سانتی متر به این سمت رفته و 1 سانتی متر هم به سمت خارج میریم از تاج آستین و این اندازه رو که بهتون گفته بودم 60 سانتی متر رو تقسیم بر 2 میکنیم که اینجا میشه 30 سانتی متر و از این 1 سانتی متر خطکش رو میذاریم به طوری که این 30 سانتی متر روی این خط مشخص بشه. برای این سمت هم همین کار رو میکنیم. خط رو به 3 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. از این قسمت 1 سانتی متر خارج میشیم، از این قسمت هم همینطور 1 سانتی متر خارج شده و طوری این تاج رو ترسیم میکنیم که به این قسمت ها مماس بشه. برای قد دور مچ هم به اندازه 22 سانتی متر از این سمت و 22 سانتی متر هم از این سمت خارج میشیم و به زیر حلقه وصل میکنیم. قد آستینتون هرچه مقداری که بوده منهای 3 سانتی متر میکنیم به خاطر اینکه ما روی سرشانه 3 سانتی متر اضافه کرده بودیم. اینجا قد آستین رو 3 سانتی متر کوتاه‌تر از قد آستین اصلیمون در نظر میگیریم و برای کنترل این حلقه هم این مقداری رو که به دست آوردیم دقیقاً باید اندازه همین مقدارمون باشه. اگه بیشتر شد ما اینو به سمت داخل میایم و دوباره طراحی میکنیم و اگه کمتر شد به سمت بیرون میریم و دوباره اینو طراحیش میکنیم. به این صورت الگوی ما آماده میشه. اینو میذاریم روی پارچه برش میدیم و دوباره در خدمتتون هستم با ادامه آموزش. دوستان عزیز، برای دوخت تنپوش ابتدا سرشونه ها رو سردوز بزنید و به همدیگه وصل کنید. بعد آستین رو بردارید، اون 4 سانت اضافه که گذاشته بودید حتی بیشتر هم میتونید بذارید برای اینکه این قسمت رو برگردونید و حوله دورنگ دیده بشه. این قسمت رو تا کنید به سمت روی لباس و دوخت بزنید. وقتی آستین رو دوختید به این مرحله رسوندید، آستین رو تا کنید و سردوزش رو انجام بدید. سردوز قسمت درز داخلی آستین. آستین رو که آماده کردید، درز زیر بغل رو هم که دوختید، الان باید آستین رو توی حلقه آستین جا بندازید. قسمت بالای آستین رو یه چرت بزنید که تاج آستین مشخص بشه. بعد آستین رو قسمت سرشانه تنپوش رو هم پیدا کنید و به این صورت مماسشون کنید
و از زیر توی فواصل مختلف سنجاق بزنید که مسیر دوختتون راحت تر باشه. سرشانه و قسمت چرتی که توی پهلو زده بودید با درز زیر آستین سنجاق کنید و دور تا دور حلقه و آستین رو سردوز کنید، دور تا دورشو. سردوز قسمت حلقه آستین رو هم انجام میدید. برای دوختن کمربند من میخوام که قسمت پشت حوله بیفته روی کمربند، به خاطر همین از رو پارچه رو تا میکنیم و شروع به دوخت زدن میکنیم. تا وسط ها میدوزیم، به اندازه 10 سانت باز میذاریم و دوباره از اون سمت شروع به دوخت میکنیم. کمربند به این حالت آماده میشه و من یه دوخت رو هم دور تا دورش زدم. نواری رو که برای دور جلوی لباس بریده بودید در عرض 15 سانتی متر و در قد دور تا دور جلوی لباس رو به هم دیگه وصل کنید، دوخت کنید، از وسط تا کنید و اتو بزنید. وقتی از وسط اتو زدید این قسمت رو هم به اندازه 1 سانت برگردونید و یه اتو بهش بزنید. کلاه رو که آماده کردید برش زدید، از قسمت پشت کلاه شروع به دوختن میکنید. دوختید به این حالت برمیگردونید، برای اینکه این قسمت جلوی کلاه هم سفیدش معلوم بشه به این حالت برمیگردونید و تا میزنید و دوخت میکنید. وقتی کلاه رو دوختید دور تا دورش رو به این حالت یقه پشت لباس رو میارید، تا میکنید و وسط یقه پشت رو مشخص میکنید با یه چرت. بعد به این حالت که در اومد باید کلاه پشت رو به اندازه یقه پشت در بیارید، یعنی به این حالت کلاه رو تا کنید تا به اندازه یقه پشت در بیاد. الان دقیقاً به اندازه یقه پشت در اومد و این رو وصل میکنید به یقه پشت. قسمت کلاه رو داریم به تنه وصل میکنیم.
لبه لباس رو برمیگردونیم پایین لباس رو و به اندازه اون 4 سانتی که جا گذاشته بودیم یه دوخت میزنیم. نواری که برای پایین دور لباس آماده کردید رو لبش رو برگردونید و تا کرده بودید 1 سانتی متر هم اتو زده بودید. به این حالت این رو مجدد چرخ کنید. و قسمت پایین لباس رو به این حالت شروع کنید به دوخت کردن. بعد از اینکه قسمت رو دوختید دور تا دور اون 1 سانتی که تا کرده بودید و اتو کرده بودید رو دقیقاً بذارید روی جای دوخت و شروع به دوختن کنید. دقیقاً از روی دوخت قبلی. هنرآموزای عزیز، برای تهیه جیب این تنپوش یک مستطیلی رو طراحی کنید به ابعاد 16 در 22. اگر دوست داشتید میتونید گوشه های مستطیل رو به این حالت هلال در بیارید و دور تا دور به اندازه 1.5 سانتی متر جای دوخت برش بزنید و برای بالای جیب هم به اندازه 5 سانتی متر برش بزنید. جیب رو ببرید بدوزید به تنپوش و برای پل کمربند هم 2 تا مستطیل به ابعاد 10 سانتی متر در 5 سانتی متر برش بدید و برای جای کمربند تعبیه کنید.